نه از مسلمان میترسم، نه از مسیحی میترسم، نه از یهود. از خدای مسلمان و خدای مسیحی و خدای یهود میترسم که خدای منم هست. یک، از بندگانش مرا باکی نیست. در این شب روز من مطلق کافر هستم. به دیدگاه جناب شما آقای قاضی زاده، به دیدگاه یک تعداد بچه های که لایف میگیرن، به دیدگاه یک تعداد کسانی که هر چیز میگن، بیخی کافر، بیخی اعلان کن. هیچ باکی نیست، هیچ باکی نیست صاحب، هیچ باکی نیست. مولوی صاحب قاضی زاده هیچ باکی نیست. حکم ارتداد و فتوای کفر مرا بده، فتوای کفر مرا صادر کنین، هیچ مشکلی نیست. پیش از شما جناب بزرگوار، شما خب بسیار محترمانه، اکادمیک و معنادار در مورد من صحبت کرده بودین، اما یک تعداد از عالمان وحشتناکتان حکم کفر مرا داده بود. یک مولوی صاحبی که در مناطق صفحات شمال افغانستان هست، اونا فرموده بودن که کشتن نستو رواست. این ویدیوها همه پیش من هست، به شکر پروردگار بزرگ همه هست. حالا این برمیگرده به شما. من انتظار نداشتم از شمایی که بدون تحقیق کار کنین. آقای قاضی زاده، کارنامه های من برای تمام مردم افغانستان مشخص است. ببینین آقای قاضی زاده، من این گونه میخونم: اللهم صل علی محمد علی ابراهیم اینک حمید مجید. این دعای من است. اللهم صل علی محمد کما صلیت علی ابراهیم اینک حمید مجید. صحیح است؟ من در نمازم این گونه میخونم. مرا با حال کسی غرض نیست. اللهم صل علی محمد و علی خود محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی خود ابراهیم. خلاص، یک طرف. این را بگیرین، ارتداد فتوا و هر چیزی که گفتین بگوین، هیچ مشکل نیست. بیخی مرا کافر بکش. شما و تمام علمان دینتون بیخی حکم کفر مرا صادر کنین، مشکل وجود ندارم، هیچ باکی نیست. گفته قطانی که ما با حال کسی رفت آمد نداریم. مینده طلو راتلون از زیادیگی خوب، طلو راتلون نشته. بیخی کفر صادر کنین. نه شما آقای قاضی زاده، کل علمای دین صادر کنین، مشکل نیست. باکی هم حالا دیگه وجود نداره، باکی هم نیست. دو، من تنها خدا پرستش میکنم. آقای قاضی زاده، من تنها خدا پرستش میکنم، بس، تنها خدا. من بنده خدا هستم، خلاص، تنها بنده خدا. اینال دیگه هر چی که میگی بگو، فتوای کفر بدی، مشکل نیست. مشکل در کجاست آقای قاضی زاده؟ که حالا من میایم روی فهم و اندیشه و درایت و همه چیز شما هم، که شما یک آدم بزرگوار هستین. من این گونه هستم، من با اسلام و غیر اسلام این تمام دینی ها به تمام احترام دارم. سلام علیکم و علیکم السلام. اما مثلشان فکر نمی کنم. من 4 زن داشتن حرام میدانم برای خودم. تو حلال میدانی؟ من به یک عقیده هستم آقای قاضی زاده، او کسی که از یک زن زیاد میگیره، زن دوم برای همسایه میگیره. دیدگاه من ایتوست. کافر میگیم؟ من میگم خدا تمام موجودات یک نر و یک ماده خلق کرده، خلاص. اگر قرار می بود 4 زنه و 5 زنه و 6 زنه می بود، حضرت آدم هم یک 6 دانه زن می داشت. حضرت آدم، من اولاد پیامبری به نام آدم هستم آقای قاضی زاده. من اولاد پیامبری به نام آدم هستم و اون پدر من که از دوزخ افتید به زمین و بسیار فقره کرد و بسیار کیسا و بدبختی ها داشت، از بهشت دیپورتش کردن به دوزخ، به زمین. من بچه همون دیپورتیستم. من بچه همون دیپورتی هستم که از بهشت خدا دیپورتش کردن به زمین. بله.
بچه همون دیپورتی که اون دیپورتی 2 تا بچه داشت. خب گوش کنین قاضی زاده صاحب، او دیپورتی 2 تا بچه داشت. یک بچه 60 ساله بود، یک بچهش فقره‌ای و آدمکش. سر یک دانه دختری که به نام خواهرشان بود و دو دوران میتونستن با خواهرانشان ازدواج بکنن، جنگ اردوش خیست. همین لچک آدمکش اون بچه خوب کشت، اون اهل و ساله را کشت. و اتفاقا من تداوم امین لچک آدمکش هستم به نام قابیل. من از حضرت آدم تداوم پیدا میکنم از دهلیز قابیل. قابیل در کارنامه هایش قتل یک برادر خود ثبت داره، آقای قاضی زاده. قابیل در کارنامه هایش قتل یک برادر خود ثبت داره، آقای قاضی زاده. پرونده داره، پرونده ای که تا هنوز محکمه نشده. درست است. و ما اولاده های این قابیلیم. از اون قابیل کسی نماند، از اون نیکوکار کسی نماند. بنابراین ما اولاده آن پیامبریم به نام آدم، و از آن آدم آن بچه آدم کشش زنده ماند و بچه ساله و نیکویش کشته شد. ما بچه های اوییم. تا امروز تداوم پیدا کردیم، جنگیدیم با خدا، با خود، با دیگران، با فلانه، با اسمندانه. در این راستا 1,24,000 پیامبر کم و بیش آمد و گفت نکنین بکنین، نکنین بکنین، نکنین بکنین، نکنین بکنین. و بخش اعظمی از مردم های اون نکنین ها را کردن و اون بکنین ها را نکردن. اما تو پیش آمد تا به رسیدن امروز. حالا من یک حرف براتون میذارم قاضی زاده صاحب. کاوش میگه من خدا را نمیشناسم. کاوش یک انجمن داره به نام انجمن ضد خداشناسی. یک انجمن داره انجمن خدا ناباوران. و چی خب میزنه میگه ما انجمنی به نام خدا ناباوران داریم. اما من معتقد به این هستم که از مکد خدا باوری در این روی زمین کس نیست. وقتی با خدا رابطه دارم، مرا به بنده های خدا چی که پیامبرشم باشه. دیدگاه من است. فتوای کفر من البته این مشکل هم نیست قاضی زاده است. مشکل نیست. وقتی خودش هم میشناسم و با خودش رابطه دارم و خوب و بد امرایش میدانم که کیست، پرستشش میکنم دیگه، خلاص. اینم از این آقای قاضی زاده، اینم از این. من علیه آدم های خدا ناباور بودیم هستم. کوچک نمیشم که در درگیری شیعه و سنی خود داخل بدانم. اسم میکنم کوچکتر عزیز که ما حالا بیایم در پندارهای شیعه و سنی بشینم که تو وقت وضو کردن کونت 6 بار میشوی و ما وقت وضو کردن کونم 7 بار میشویم. تو وقت نماز خواندن کونت راست میگیری و ما وقت نماز خواندن کونم چپ میگیرم. تو وقت مسح کردن از روی موزه مسح میکنی و من از زیر موزه مسح میکنم. تو در وقت شستن خصیه های تا این گونه میشویی و من خصیه های من این گونه میشویم. پس میخوایی تو که این قدر شد نان سر ترام است و پس میخوایی من که قدر شد نان سر مرام است. در این مذاهب نیستم من. صراحتا قاضی زاده صاحب، من نه شیعه هستم نه سنی. اینم از این. نه سنی نه شیعه و مربوط هیچ مذهب هم نیستم. مربوط این مذاهبی که مچم که وهابی، که سلفی، که فلانی، که بسمدانی، که بگیر، که نمان، که عید، که اوید، که بگیر، که نمان، مربوط هیچ کدامش نیستم. اما دو تا قویش که شیعه و سنی است مربوط اردویش نیستم. یک زمان میگفتم اردویش هستم، حالا در 41 سالگی میگم اردویش نیستم. حقیم است، دیدگاهیم است. و نیامدیم ما قاضی زاده صاحب ملت بگویم که ما که نه شیعه هستم نه سنی، تو هم شیعه و سنی نباش. من میگم درود به شیعه ها، سلام به شیعه ها، درود بر دودمانتان، درود به عقایدتان، درود به سنی ها، درود به امامتان، درود به فلانیتان، درود به بسمدانیتان. هیچ وقت نگفتیم.
من قاضی زاده صاحب هیچ وقت برنامه نگرفتیم که مردم دعوت کنم که موارد فکر کنین. اما قاضی زاده صاحب من حق دارم خودم باشم. من کافر نیستم قاضی زاده صاحب. چی میدانی که از تو کده مسلمان تر باشیم؟ چی میدانی؟ قاضی زاده صاحب عزیز میفهمی من بنده آن خدایی هستم که مرا از مرگ و حتمی نجات داد. من تنها خدایی که از زیر پل سوخته نجاتم داده را پرستش میکنم. اون خدایی که تو برام تعریف میکنی را نه قاضی زاده صاحب. ببخشین، معذرت میخوایم. من تنها اونو خدایی که از زیر پل سوخته نجاتم داد اونمو را پرستش میکنم. این خدایی که خودت داری برنامه میگیری معرفیش میکنی به من، این خدایی که از پشت منبر تو برام معرفی میکنی او را نه. ببخشین، او را نه. تنها همین خدایی که من از زیر پل سوخته نجات داد، تنها امین خدا را پرستش میکنم. و سرسخت‌تر از خودت که خدایی تا پرستش میکنی پرستشش میکنم. سرسخت‌تر از تو. خلاص. من منکر خدا نیستم. اشتباهی توست که مرا با یک منکر خدا مقایسه کرده ای و گفته ای این و آن. حالا میایم سر صحبت های خودتون. قاضی زاده صاحب، کاش وطن من مثل تو 500 عالم دینی دیگر می داشت. کاش ما 500 نفر دیگه مثل خودت می داشتیم. سواد می داشت، آگاه می بود، متواضع می بود، دوزبان نمی بود، حکم کافر صادر کننده نمی بود، تاپ زننده نمی بود، لباس خوب می پوشید، سر و صورت خود خوب آراسته می کرد، خرد بالا می داشت، سواد عالی می داشت، جوان می بود و جوانگرا می بود. کاشکی. قاضی زاده صاحب، به 10 دانه ویدیو در آرشیفم است. عالم دینی در سر منبر حکم ارتداد مرا صادر کرده. عالم دینی در سر منبر حکم قتل مرا صادر کرده. عالم دینی در سر منبر جملات وحشتناک برای من گفته. اما من اولین بار با جملات خودت روبرو شدم که بریده صحبت‌هایتان شنیدم که شما آگاهانه صحبت میکنین. من با اسلام معتدل مشکل ندارم. من با اسلامی که در صدرش عایشه صدیقه میتونه حرف بزنه، من پیرو این نوع اسلام هستم. من در اسلامی که زینب بزرگ در بزرگترین حادثه تراژدی اسلام به مثابه قهرمان حادثه کربلا ظهور می کند و تسلیم نمی شود و چنین اسلام تسلیم هستم. آشورا می ماند، کربلا می ماند اگر زینب نبود. در اسلام من زینب در صدر زنان مبارز سیاسی، نظامی، تأثیرگذار و قدرتمند جهان است. سیاسی، نظامی، تأثیرگذار و قدرتمند. من علاقمند چنین اسلامم که زن نقش برجسته‌ای داشته باشد، با پول و قدرت و همه دارایی ختیجه کبرا گسترش پیدا کند. وقتی پیامبر اکرم زن خود اجازه میده که تجار باش، وقتی پیامبر اکرم زن خود اجازه میده که راوی حدیث باش، وقتی علی قدرتمندترین یار پیامبر، تأثیرگذارترین یار پیامبر، با سوادترین یار پیامبر، با کتابترین یار پیامبر، دختر خدا اجازه میده که سرلشکر سیاسی و نظامی منطقه باش،
این اسلام قوی است، این اسلام بزرگ است. ما را نیامدم آقای قاضی زاده بزرگوار و ارجمند برای این آمده باشم که توهین و تحقیر. من لا اینها را خواندم آقای قاضی زاده. من آگاه هستم از کیها که چی می کنند، چیهایی که چی نمی کنند. شما اشتباهی محضتان ایست که من خدا پرستم. من خدا پرستم، من زینبی را. من که میگم که مذهب ندارم به خاطر این که اگر من مذهب دار می بودم میگفتم من زینبی، یا خانم میگفتن که تو سنی چرا خدا زینبی میگی؟ خب هیچ مذهبی ندارم. من زینبی، من خدیجه‌ای، من عایشه‌ای را. شما چطور کافر میگین؟ من بسیار علاقه دارم آقای قاضی زاده که در برنامه دعوتم کنی و بپرسی و جواب بدم و به ملت بگویم که بگو برادر این چیزی که اینا میگن من نیستم. من خدا پرستر از بسیار عالمان دین تو هستم آقای بزرگوار. و در اخیر هر دینی که مکتب نداشت دین نیست، آیه هایی است که برای نابخردی صادر می شود. هر آیه‌ای که بر مبنای آن بستن تعلیم صادر شده بود آیه الهی نیست. هر دینی که مکتب نداشت دین نیست. این دیدگاهی است. دلت را مرا کافر میکشی یا مسلمان؟ به نظر من اون کسی که گاو پرستش میکنه به مو گاو پرستش میشدگیش هزاران سلام، همون گاوی را که پرستش میکنه به مو گاو هزار سلام که مکتب دخترش باز است. هر دینی که زن در او نقش داره، زن در او درس میخونه، زن در او تأثیر گذار است، زن در او تاریخ ساز است، من به او دین تسلیم هستم. و هر دینی که در اون زن نیست، مکتب نیست، خرد نیست، اندیشه نیست، آگاهی نیست، من اون دین را کافرم، 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 حقا که کافرم. و من الله توفیق. این من، این شما، این میدان و این گردن و آن شمشیرتان. نه تنها شما جناب آقای قاضی زاده، این گردن این است و این شمشیر تمام مذهبیون و دینیون و اسلامیون. این گردن ما و او شمشیرتان. هر کاری که میکنین دستتان خلاص، ما آماده هستم. این گردن در برابر شمشیر هر کدام شما آماده است. فتوای کفر میدی بول دار، فتوای ارتداد میدی بول دار، فتوای فلانی میدی بول دار، فتوای فلانی میدی بول دار. ختم و خلاص. و من الله توفیق. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و به نستعین. با احترام